پپتاید وقتی که وارد شد ایران، اولا این یه توطئه مال اروپایی هست، مخصوصا سوریانیسا. اینا کاری میکنن میفرستن برای خاورمیانه، تست میکنن، بعد خودشون استفاده میکنن. چند سال پیش وارد شد؟ 2-3 سال، زیاد نبوده. یعنی در واقع ورزشکارای ایرانی شدن موش آزمایشگاهی برای کشورهای خارجی. خدا شاهده، از این خارجی ها بپرس، یا میدونن یا میگه آقا من اصلا بعضشون منکر میشن دارو خورده باشن. یعنی دگرسن اومد ایران، ازش پرسیدیم آقا نظرت چیه؟ گفت من استفاده، باور کنی من نه کاراتین خوردم نه چیزی خوردم. خب ایرانی ها ماشاءالله صبح تا شب آقا تموم شد، چیکار کنم؟ عجله دارن، هی بودو فکر میکنن توی بابا غذا درست کن، این به عنوان مکمله. حالا نه من کار دارم نمیتونم باید اینا بخور. آقا برو بخور. به قول شما شهید شو. پپتاید قول شما ببین اول از داخل خراب میکنه، به عنوان چربی سوزه، یک و حجم دهنده است، همه جای بدن رو رشد میده، عجیب، اعضا و جواره داخل عجیب. تو 1 ماه هودی میشت. بعدش چه اتفاق میفته؟ بعد یواشاش از پا میفته، خلل تو پاش، بعد داخل عفونت تو خون. حالا کجا میگیره؟ کلیه، کبد، ریه. رسید به ریه دیگه تموم میشه. خیلی